بادام، فندوق یا حشرات یا برای برداشتن لاشه ها و گوشت های حیوانات مرده مجبور بودند بیرون بزنند و به دشت های باز و وسیع بروند که در این صورت طعمه آسان و حاضر و آماده‌ای برای پلنگ ها و کفتارها محسوب می شدند. با این وضعیت اسفبار و تعداد اندک و توان پایین ممکن بود اجداد اولیه ما به راحتی از صحنه روزگار محو شوند. با این حال و در بازه زمانی حدوداً چند میلیون ساله که در مقایسه با مقیاس زمانی فرگشت زمان بسیار کوتاهی است، اجداد ناتوان ما موفق شدند خودشان را به مهیب ترین شکارچیان روی زمین تبدیل کنند. اما دلیل این پیشرفت شکوهمند و معجزه آمیز چه بود؟ عده‌ای حدس میزنند دلیل اصلی این موضوع توانایی آنها در ایستادن روی دو پا بوده است که همین باعث شده دستهایشان آزاد شود و به کمک فرم خاص شست‌ها که در نگهداری اشیا و اجسام کمکشان می‌کرده بتوانند ابزار و ادوات مناسبی بسازند. اما به نظر می‌رسد چنین دیدگاه هایی که معطوف به فیزیک و اندام پیشینیان ما بوده نکته کلیدی را از قلم می اندازد. اقتدار ما، چیرگی ما نه به واسطه دستهایمان که به لطف مغزهایمان حاصل شده است. ما توانستیم ذهنمان را به قدرتمندترین ابزار موجود در طبیعت تبدیل کنیم. ابزاری که از هر پنجه و دندان نیشی قدرتمندتر است و ریشه این دگرگونی ذهنی به دو عامل ساده زیست شناختی میرسد: عامل بینایی و عامل اجتماعی. و انسان نخستی موفق شد از این دو عامل به عنوان اهرمی برای دستیابی به قدرت استفاده کند. اجداد اولیه ما از نوادگان نخستی سانان بودند که برای میلیون ها سال محل اصلی زندگیشان بالای درخت بود و در طول فرایند فرگشت صاحب متمایزترین سیستم بینایی موجود در طبیعت شده بودند. برای جابجایی سریع و کارآمد در چنین محیطی لازم بود هماهنگی و سرعت عمل فوق‌العاده‌ای میان چشم و عضله ایجاد شود. از این رو به تدریج دو چشم آنان کاملا به جلوی صورت منتقل شد تا دید دوربینی بسیار دقیقی برایشان به وجود آورد. چون این سیستمی برای مغز چشماندازی بسیار دقیق و به سه‌بعدی همراه با جزئیات کامل از محیط اما تا حدی باریک و محدود به مقام می آورد. حیواناتی که بیناییشان این گونه است برخلاف آنهایی که چشمهایشان در دو طرف صورت است شکارچیان ماهری هستند، مثل گربه‌سانان و جغدها. آنها از این نوع بینایی برای کمین کردن و زیر نظر گرفتن طعمه از راه دور استفاده می کنند. اما نخستی‌سانان که ساکن درختها بودند برای هدف دیگری این سیستم بینایی را تکامل دادند. هدف آنها این بود که بتوانند مسیرشان را از لابلای شاخه‌های درختان پیدا کرده و میوه‌ها و توت‌ها و حشره‌ها را با کارآمدی بیشتری جمع کنند. علاوه بر این آنها در طول فرگشت صاحب دید رنگی از محیط شدند. زمانی که اجداد اولیه ما از روی درختها پایین آمدند و به سمت علفزارها و دشت‌های وسیع حرکت کردند، قامتشان ایستاده شد. ضمناً از قبل سیستم بینایی قدرتمندی داشتند و به همین دلیل می‌توانستند مناظر و چشم‌اندازهای دوردست را به خوبی مشاهده کنند. مثلا زرافه‌ها و فیل‌ها با اینکه قدشان بلندتر است اما چون چشم‌هایشان در دو طرف صورت قرار گرفته دید پانورامایی دارند. همین باعث شد آنها بتوانند خطر حضور درندگان خطرناک را از دور تشخیص دهند و بتوانند کوچکترین جنبش آنها را حتی در هوای گرگ و میش ببینند. از این رو تنها بین چند ثانیه تا حد اکثر چند دقیقه می توانستند به پناهگاهی امن و مطمئن بروند.
در عین حال اگر قرار بود با محیط اطرافشان و آنچه در نزدیکی آنها بود توجه کنند، به خوبی می توانستند تمام جزئیات به خصوص محیط را ببینند و متوجه آن شوند. مثلا رد پا یا علامتی که نشان دهد حیوان درنده‌ای از اینجا عبور کرده، یا جنس و رنگ سنگ هایی که برای ساخت ابزار به دردشون میخورد. در فضایی پر از درخت این نوع بینایی قدرتمند با هدف سریع بودن طراحی شده بود. دیدن و سپس به سرعت واکنششان دادن. اما در مناطق باز و صحرایی این کارکرد کاملا برعکس بود. امنیت و یافتن غذا به مشاهده‌گری دقیق و آهسته و صبورانه محیط اطراف بستگی داشت. زنده ماندن اجداد ما وابسته به مشاهده دقیق جزئیات و تمرکز روی معنی احتمالی آنها بود. به عبارت دقیق‌تر، بقای پیشینیان ما به شدت توجه و تمرکز آنها بستگی داشت. هرچه بیشتر به دقیق‌تر نگاه می‌کردند، بهتر می‌توانستند بین فرصت و تهدید تمایز قائل شوند و در نتیجه امنیت خود را تضمین کنند. برعکس، اگر نگاهی فوری و گذرا به کل پهنه روبرویشان میانداختند، اگرچه میتوانستند چیزهای بیشتری ببینند، اما این کار باعث میشد ذهن آنها با اطلاعات بیش از اندازه و احتمالاً به درد نخور پر شود. سیستم بینایی انسان برخلاف گاو برای اسکن سریع محیط اطراف ساخته نشده است، بلکه کارکرد آن تمرکز عمیق و طولانی مدت است. برای حیوانات تنها زمان معتبر لحظه حال است، اگرچه آنها می توانند برای لحظاتی کوتاه از رخدادی که همین لحظه برایشان اتفاق افتاده چیزی یاد بگیرند، اما حواس آنها با یک ورودی جدید فوراً پرت می شود. به تدریج و با گذشت زمان اجداد ما توانستند بر این ضعف بنیادین حیوانی غلبه کنند. آنها می توانستند مدتی طولانی روی یک وسیله یا شیء تمرکز کنند بدون اینکه اجازه دهند ورودی‌های جدید بیرونی حواس آنها را از کاری که مشغول انجام دادنش بودند حتی برای چند ثانیه پرت کند. در واقع آنها می توانستند آنقدر غرق یک کار شوند که برای لحظاتی متوجه محیط پیرامون خود نشوند. این عادت در گذر زمان باعث به وجود آمدن فرآیند تفکر شد. حالا آنها می توانستند الگوها را ببینند، مسائل را در ذهنشان تعمیم دهند و درباره آینده فکر کنند. یعنی موفق شدند فاصله ای ذهنی با اطراف ایجاد کنند و به مسائل و امور مختلف بیاندیشند. انسان‌های اولیه از توانایی فکر کردن و اندیشیدن به عنوان نقطه قوت اصلی برای بقا، یافتن غذا و در امان ماندن از حیوانات درنده استفاده می‌کردند. این قوه آنها را به واقعیت متصل می‌کرد که سایر حیوانات قادر به درک آن نبودند. فکر کردن در این سطح نقطه عطفی در طول تاریخ فرگشت بود، چون منجر به ظهور مفهومی کاملا جدید شد: ذهن خودآگاه و قدرت استدلال. دومین مزیت زیست شناسی که میخواهم درباره‌اش صحبت کنم به مراتب ظریف‌تر از اولی است، اما از نظر تأثیرگذاری درست به همان اندازه مهم و قدرتمند است. همه نخستی‌سانان مخلوقاتی اجتماعی هستند، اما نیاکان اولیه ما به دلیل اینکه در پهنه‌های وسیع و بی‌حفاظ زندگی می‌کردند و طبیعتاً در این مناطق بسیار بیشتر در معرض خطر بودند، نیازشان به زندگی گروهی پررنگ‌تر بود. آنها برای جمع‌آوری غذا و همچنین برای اینکه دقت بیشتری در مشاهده شکارچیان درنده داشته باشند و در این بین مرتکب خطا نشوند، نیازمند کمک هم‌نوعان خود بودند. همین دو عامل باعث شد که سطح تعامل و ارتباط انسان‌های اولیه با یکدیگر بسیار بیشتر از سایر نخستی‌سانان شود. با گذشت صدها هزار سال این هوش اجتماعی بسیار پیشرفته‌تر از قبل شد و این به نیاکان ما اجازه داد برای انجام کارها با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند. و درست مثل عامل قبلی که درباره‌اش صحبت کردیم، این هوش اجتماعی نیز به میزان زیادی وابسته به توجه و تمرکز عمیق بود.
این یعنی بی توجه به نشانه‌های اجتماعی یا درک اشتباه آنها می توانست برای فرد بسیار خطرناک باشد. این شد که نیاکان ما به واسطه دو ویژگی سیستم بینایی و هوش اجتماعی موفق به ابداع ابزارهای متعددی شدند و این مسئله چیزی حدود 2 تا 3 میلیون سال قبل باعث به وجود آمدن ابزارهای پیشرفته‌ای برای شکار شد. به تدریج نیاکان ما خلاقیت بیشتری به خرج دادند. آنها توانستند مهارتشان را در ساخت و ابداع بهبود دهند و آثار هنری خلق کنند. حالا دیگر آنها تبدیل به شکارچیان فصلی شده بودند و نیازی نبود تمام مدت سال آماده شکار باشند. آنها به نقاط مختلفی از پهنه اوراسیا نقل مکان کردند و توانستند با اقلیم و آب و هوای متفاوت سازگار شوند و در طول این فرایند سریع تکامل چیزی حدود 200,000 سال قبل اندازه مغز آنها هم اندازه مغز انسان مدرن امروزی شد. در دهه 90 میلادی گروهی از عصبشناسان ایتالیایی به یافته‌های دست یافتند که توضیح خوبی برای پیشرفت سریع اجداد ما در شکار ارائه می‌کرد. به همین نسبت این یافته‌ها نکات ارزشمندی درباره مفهوم چیرگی آنگونه که امروز مد نظر ماست آشکار کردند. در مغز میمون‌ها نورون‌های حرکتی خاصی وجود دارد. این نورون‌ها زمانی که میمون‌ها عملاً مشغول انجام دادن کاری مثل فشار دادن یک اهرم برای به دست آوردن بادام زمینی یا نگه داشتن موز هستند فعال می‌شوند. دانشمندان ایتالیایی در حال پژوهش و مطالعه روی مغز میمون‌ها بودند که متوجه شدند این نورون‌ها نه تنها در زمان انجام دادن کاری خاص بلکه در زمان تماشای میمون‌های دیگر موقع انجام دادن این کارها نیز فعال می‌شوند. این کشف خیلی زود تحت عنوان نورون‌های آینه‌ای نامگذاری شد. فعال شدن این نورون‌ها به این معنی بود که نخستی سانان چه زمانی که خودشان مشغول انجام دادن کاری بودند و چه زمانی که صرفاً مشغول مشاهده آن فعالیت بودند حس مشابهی را تجربه می‌کردند. همین قابلیت باعث شد آنها بتوانند خود را به جای دیگران بگذارند و از دریچه ذهن آنها به مسائل نگاه کنند، انگار که خودشان مشغول انجام دادن آن کار هستند. این کشف توضیح خوبی درباره توانایی نخستی‌سانان در تقلید از دیگری ارائه می‌کند. ضمناً دلیل خوبی برای توانایی شامپانزه‌ها در پیشبینی رفتار دشمنان هم هست. پژوهشگران اینطور حدس می‌زنند که دلیل اصلی تکامل نورون‌های آینه‌ای به زندگی اجتماعی نخستی‌سانان برمیگردد. مطالعات اخیر وجود این نورون‌ها را در انسان‌ها نیز تایید کرده است، البته در سطحی وسیع‌تر و بسیار پیشرفته‌تر. یک میمون می‌تواند عملی را از دید میمونی دیگر ببیند و به نیت و هدف او از این کار پی ببرد. اما ما انسان‌ها در سطحی بسیار پیشرفته‌تر از این قابلیت استفاده می‌کنیم. ما بدون وجود هیچ گونه سرنخ بصری و قابل رؤیت یا حتی بدون انجام هیچ عملی از جانب دیگران این قابلیت را داریم که خودمان را درون ذهن آنها قرار دهیم و تجسم کنیم که چه افکاری ممکن است در سر آنها بگذرد. نورون‌های آینه‌ای به اجداد ما کمک می‌کردند تا از روی نشانه‌های ظریفی که در هم نوعشان می‌دیدند به نیاز و خواسته او پی ببرند. آنها از این طریق مهارت‌های اجتماعیشان را رشد دادند. از طرفی این نورون‌های آینه‌ای نقش مهمی در ساخت ابزارهای ضروری داشتند. به این شکل که افراد با نگاه کردن به دست کسی که ابزار را درست می‌کرد و تقلید حرکات او ساخت آن ابزار را یاد می‌گرفتند. اما شاید مهمتر از همه اینها این بود که نورون‌های آینه‌ای به فرد این قابلیت را می‌دادند تا بتواند به عمق هر چیزی که در اطرافش بود نفوذ کند و در نتیجه جای آن فکر کند. در این نمونه اجداد ما پس از سالها مشاهده رفتار حیوانات
و بررسی دقیق آنها توانستند ذهن خودشان را به آنان نزدیک کنند و از این طریق الگوی رفتاری آن حیوان را در موقعیت‌های خاص پیش بینی کنند. اصطلاحاً دست او را بخوانند. همین موضوع منجر به افزایش چشمگیر قابلیت آنان در شکار کردن شد. علاوه بر این آنها می توانستند این نفوذ به درون را در مورد اجسام نیز به کار بگیرند. فرض کنید قرار بود اجداد ما یک ابزار سنگی بسازند.